بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت همه شما دوستان و منتظران واقعی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در ویدیوی قبلی 10 مورد اول دعا برای تعجیل فرج که چی آثار و فضیلت هایی دارد خدمت شما عرض کردیم. در این ویدیو 10 مورد دوم را، یعنی از 11 تا 20 را خدمت شما عرض میکنیم که واقعا در این موارد و مطالب موضوعات بسیار مهمی بیان شده است که لطفا حتما تا پایان با ما همراهی نموده و لایک و سابسکرایب را هم فراموش نفرمایید. در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام به نقل از بحار الانوار روایتی که از امام حسن عسکری آمده که امام حسن عسکری میفرماید خداوند به موسی علیه السلام فرمود اگر میخواهی ثواب 100 سال روزه همه ایام در نامه عملت ثبت شود، مردم را با امام زمانشان آشنا کن. یعنی اگر میخواهی ثواب روزه ماه رجب، ثواب روزه ماه شعبان، ثواب روزه ماه مبارک رمضان را در نامه عملت بنویسند، مردم را با امام زمان آشنا کن. نه 1 سال، نه 10 سال، یعنی 100 سال روزداری همه ایام با فضیلتی که شامل ماه رجب و شعبان و ذوالحجه هم می شود، همه ایام با فضیلت روزداری باشی. این روزداری ثواب 100 سال را در نامه عملت می نویسند. خب حالا ما به فضیلت و آثار مادی و معنوی دعا برای تعجیل فرج خدمت شما مورد 11 را عرض میکنیم تا 20. مورد 11 کسی که برای تعجیل فرج دعا کند شفاعت آن حضرت در قیامت شامل حال او می شود. یعنی در روز قیامت خود امام زمان علیه السلام از او شفاعت می کند کسی که برای تعجیل فرج دعا کند. 12 شفاعت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز شامل حال او می شود. و مورد 13 این دعا امتثال امر الهی و طلب فضل و عنایت اوست. یعنی نشان میدهد دعا برای امام زمان علیه السلام نه تنها یک نیاز برای فرج، بلکه وظیفه دینی و الهی است که این عمل نشان دهنده اطاعت از دستور خدا و پیامبر و طلب رحمت خاص اوست. و خداوند و پیامبر اکرم به دعا کردن برای فرج امر کرده اند. وقتی مؤمنان برای تعجیل فرج دعا می کنند به دستور الهی عمل کرده است و اطاعت و بندگی خود را ثابت می کنند. و همچنین در این دعا ما از خدا می خواهیم که فضل و عنایت ویژه خود را شامل حال ما کرده و با ظهور امام زمان علیه السلام عدالت و خیر و خوبی را به زمین برگرداند. این دعا نشان دهنده نیاز ما به رحمت الهی هست. و مورد 14 دعا برای تعجیل فرج مایه استجابت دعا می شود. خیلی خیلی مهم است، خیلی هم مهم است که انسان دعا کند و دعایش مستجاب شود. حاجت دارد، از خداوند طلب حاجت بکند، حاجتش برآورده شود. یکی از راه‌های مؤثر و مهم و مطمئن این است که برای تعجیل فرج ما و شما همیشه دعا کنیم تا اینکه دعاهای خود ما هم مستجاب شود. و مورد 15 دعا برای تعجیل فرج ادای اجر رسالت است. در قرآن کریم خداوند متعال می‌فرماید قل لا اسألكم اجرا الا المودة فی القربا. بگو ای پیامبر من از شما هیچ اجر و مزد و پاداشی نمیخواهم مگر مودت و محبت و دوستی به نزدیکانم. اگر ما برای تعجیل فرج دعا کنیم اجر رسالت را ادا کردیم، یعنی ما محبت و دوستی خود را ثابت کردیم. وقتی ادعا میکنیم امام زمان را دوست داریم، محبت او را به دل داریم، پس بنا در عمل هم ما نشان بدهیم. اگر دعا میکنیم برای تعجیل فرج نشان میدهیم که ما او را دوست داریم، او را میخواهیم، منتظر او هستیم. اگر از او غافل باشیم و دعایی نداشته باشیم این ادعای ما هم باطل است که ما بگوییم ما امام زمان را دوست داریم و اما یاد نکنیم و دعا نکنیم. و اما مورد 16 که خیلی خیلی مهم هست که کسی برای تعجیل فرج دعا کند مایه دفع بلا می شود. بلاهای زمینی و آسمانی از او دور می شود.
اگر میخواهید که از آفات، از حوادث، از هر گونه دشمنی انسانها و از هر گونه دشمنی شیاطین در امان باشید، برای تعجیل فرج دعا کنید. یک ارتباط قلبی و صمیمی با امام زمان برقرار کنید. رفاقت و دوستی اگر با امام زمان علیه السلام برقرار شود، خیلی از مشکلات ها، خیلی از گرفتاری ها با توسل به امام زمان علیه السلام برطرف می شود. با یک نذر و با یک قربانی، با یک توسل می توانیم خیلی از مشکلات، خیلی از گرفتاری های بزرگ را می توانیم که از سر راه خودمان برداریم. بسا مشکلات های هستند که سالیان سال انسان ها با اون گرفتارند، درگیر هستند. پیش دعانویس ها هم می رود. اگر سحر و جادوی بزرگ و عظیمی هم باشد، با توسل به امام زمان علیه السلام و قربانی و نذری که برای سلامتی و تعجیل ظهور آقا امام زمان علیه السلام داشته باشیم، به نیت برآمدن حاجت و به نیت برطرف شدن بلاها، گرفتاریها و مشکلاتها، حتما که انشاءالله نتیجه میگیرید و حتما این مورد و موارد تجربه شده است. و مورد 17، کسی که برای تعجیل فرج دعا میکند، این عمل و این دعا سبب وسعت رزق و روزی او میشود انشاءالله، که رزق او و روزی او افزایش پیدا میکند. و مورد 18، دعا برای تعجیل فرج باعث آمرزش گناهان می شود، که اگر می خواهید گناهان بخشیده شود، آمرزیده شود، برای تعجیل فرج دعا کنید که بهترین عمل نیک و بهترین عمل صالح و حسنه نیکو همین عمل و همین دعا برای تعجیل فرج می باشد. ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات سیئات را و گناهان را از بین میبرد. مورد 19، دعا کننده مشرف به دیدار آن حضرت در بیداری یا در خواب می شود. و مورد 20، در زمان ظهور آن حضرت به دنیا رجعت می کند. کسی که برای تعجیل فرج با اخلاص دعا می کند و مشتاق ظهور آقا امام زمان علیه السلام باشد، وقتی که از دنیا هم برود، در زمان ظهور خداوند او را برمیگرداند تا اینکه در خدمت امام زمان علیه السلام باشد. تا اینجا ما 20 مورد از آثار و فضیلت مادی و معنوی دعا برای تعجیل فرج را خدمت شما عرض کردیم و 70 مورد دیگر باقی مانده است. پس لطفاً ویدیوها را کامل و تا پایان ببینید و بشنوید و لایک، کامنت و سابسکرایب شما کمک میکند تا اینکه یوتیوب ویدیوها را در معرض دید افراد بیشتری قرار بدهد و امیدوارم که انشاءالله توفیق عنایت کند موارد بعدی را و موارد باقی مانده را هم خدمت شما تهیه و تقدیم کنیم. التماس دعا داریم. السلام علیکم و رحمت الله.